چرا هیچکس راجع به چیدمان صحیح قفس و نکات مهمش صحبت نمیکنه؟ پس بیا خودم بهت بگم. نکته اول چوب نشیمنشونه که باید حتما طبیعی باشه و موقعیتش جوری باشه که پرنده راحت بدون آب دسترسی داشته باشه. چوب‌های پایین باید موازی همدیگه و در یک راستا باشن و با چند تا میله فاصله از هم قرار داده بشن. چوب بعدی باید دقیقاً در راستای چوب عقب و بالای اون باشه. یه تاب و یه نردبونم تو قفس باشه خوبه. کف قفس باید حتما از این میله ها داشته باشه تا پای پرنده با مدفوعش برخورد نداشته باشه و اگه چیزی کف قفس ریخته باشه نتونه بخوره. نکته مهم، دونخوری و آبخوری پرنده باید حتما مکانیزه باشه و از این کاسه‌ای‌ها نباشه. بلوک معدنی، کف دریا و سنگ کلسیم همیشه باید تو قفس پرنده باشه. چون هم فواید دارن، هم پرنده همیشه منقارشون میکشه بهش و اصلاحشون میکنه. هم کلسیم داره، هم باعث میشه پرنده گچ دیوار نخوره. و نکته آخر این که حتما باید قفس از سطح زمین فاصله داشته باشه و روی زمین نباشه و حتما باید تکیه‌گاهش زمین باشه. نکات تکمیلی و مهمم تو کپشن بخون. راستی اشتباهات قفس رو تو کانال تلگرام گذاشتم. لینک کانال تو بیو پیج هست.